سالان بود من با والدین گفتم و هم میگویند که من گفتم میتونم بعد از 2 سال خوندن به تاجیکستان رفته بعد همراهی زن این به اسکر بیام و میگویند نه زنت وای میشد خراکترش دیگه میشد و بعد آمدنت ما رو وای نمیکند میگویند من گفتم دویم میسا شو وای زنم میکنم گفته دانشگاه پرتافته آمدن هم نیوریان در کجا میخوانید شما اگر باز مخفی نباشه؟ ها؟ من در تنفای وای میخونم در دانشگاه میخوانید؟ دانشگاه یونیورسیته استاد برادر زن فکر کنم در تاجیکی صحبت کردن خیلی مشکلی نه میکشن به خاطر در چت نوشته بودن که با تاجیکی صحبت کردن نمیتونن فهمیدم. صحبت نمیتونن نویسنده چی کردن اگر اجازه باشه با زبانی که خودشان صحبت کردن میتونن گفتن که من زبان روسی قد صحبت میکنم فکرشان آزادتر بگن بعد شما جواب دین استاد. معلم من نه فهمیدم من فکرش میتونم باز سالی فهمیدم که پدر و من مادر گفتم پدر و مادر به واجب نیست شما زنگران دادن زنگران دادن اكو این طرفش پدر و مهنت وی پدر و مادر نه وظیفه شما کلان شدید هجره و درآمد خودتون زنگیرید کن یعنی اگر من رفت و نمیتونم من به پدرم مادرم به اصلا زنگیری گوش کنید اگر پدر و مادر به زنگیریتون اجازه ندید خودتون همون کدام کشوری که زندگی دارید که از زن یافته گرفتن گرید لیکن همچون مسلمان حق زن از پایمال نکنید پیشتر برای ما گفتیم اونایی که حق زنهای پایمال میکنن خیلی که زن گیرید 1 سال 2 سال تا دانشگاه ادا شدن استفاده برید و بعد طلاق شدید و بروید مثال زن بانیتی نیک نه گیرید اون از زن دارم برای خدمت کرد اگر جای نافهماش باشد گپ من مونید نه من با والدینم میگویم اگر من فکر کنم مادرم که گم نمیزنم ممکن از برای نه این من گفتم گوش تاجیکستان کنید رفته برادر زنگ اگر شما در راه راست باشید و اونو خفه شوند هیچ گپ نه لیکن شما در راه خطا باشید روز شما زنا کنید نعوذ بالله گمراهی کنید اگر اونا کاردار نه فهمیدید عذاب جوانای اکجو میدونن میدونن لیکن ایداشون برآمدگی فراموش کردگیان ایام جوانیشونه بنابراین خیلی نکنید پدرای مادرها می حرکت کرده زنگ گراندتون بچه‌ها و دخترها هم دین سحری بود می سحری من در اینستاگرام پخش مستقیم کردم یا زنک نوشته بود که دختر پدرم کی بیاد نمیتیاد میگفت کی بیاد میگه که این فلان عیب دارد کی بیاد اویخی عیب ایدئال نیست مرد ایدئال میلیونری خوشروی علمداری با تقوای علم دینی هم داشته باشد و دنیوی هم داشته باشد و پول هم داشته باشد و وظیفه هم داشته باشد و اخلاق خوب هم داشته باشد و داداش هم بای باشد و مادرش هم بای باشد و جوان باشد و بیزم باشد و این خیلی نیست اینه کافته میشنید پیرکی میشه میگه پدری من هر یا خواستگاری آمدگی یا عیبش میاد و این نمیشه این خیلی عیب داره این اونطوری عیب دارد میگه میشنم یا زن استادمون نقل کرده بودن دختر 45 ساله میشد در همین دیارای عرب وفات میکنه در 45 سالگیش دختر وفات میکنه بعد همون در وقتی سکرات الموتش در وقتی مرگش پدرش نگاه میکنه میگه که لا اسامحك فی الدنیا والآخره من در دنیا و آخرت تو رو نمیبخشم میگه پدرش اون پدرش هر کی بیاد مهر قیمت میگفته است 200,000 دلار میبری 300,000 دلار میبری همین فکر خواستگارای گردانده هم میگرفته است بعد آخه بیچاره 45 برسیده است بعد این خواهراش است خواهراش هم شوهر نمیداد است چون گفت اول اپت دادن در کار گفته اون خواهرای هم 35 و 30 برآمدن این خیلی قاعده نه مثلا یک دو دختر داره دختری دومی تا به خواستگار آمد هیچ گپی ندارد تیده کوینشه اونش ندادید یا اونش به خواستگار نامد آخه این اونش هم پیر نکنید مثلا بعضی آدما قانونای تاجیکی ده برای پدر و مادرم هم مصلحت میتیم که اگر
مثلا اپی دختری کلانیتون به خواستگار نامود و دختری دویومیتون با اومد. همین دختری دویومیتون در کجای دیده است همین معقول کرد است. مثلا نمیگم ما اول باید تا خانه‌دار نکنیم اینه نمیتیم گفته اینه از بازارش نمانونید اینش دادن گرید با ویش بیم الله تعالی هیچ گپی ندارد که آدم گاه ها میشه دادری آدم از برادرش بر وقت زن میگیره. اون برادرای فارسی زبان ها دادر نمیفهمیدین. دادر فقط در تاجیکی بوده است. برادرای افغان هم دادر نمیگن برادری خردی میگن. کلانی برادری کلانی میگن. خلاصه شرط نه که آدم از برادراش بر وقت زن گیرد یا باید ترتیبی سین و سال کدی این شرط نه. مثلا یه برادری کلانی زن گرفتن نمیخواد تا خوردی گرفتن گیرد. شاید کلانی یگان عذر دارد شاید بیمار است شاید یگان ظرف دارد اما آدمی جوانتر پاییننگی زن گرفتن گیرد دخترای هم میخیل به دویوم یا سیوم دخترتون خواستگار بیا شوهر دادن گیرید اگر آدمی خوب باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که اگر به نزد دختراتون یا آدم بیاد که دینش به شما پسند است خلقش به شما پسند است فزوجوه همون نکاح کنید. اگر همین کارو نکنید فساد میشه در روی زمین. بنابراین برادرای خواهرای عزیز پدرای مادرای خیلی نکنید تا بچهای عذاب نتیتون بسیار فکرش جمع میشد خاطرش جمع میشد زن گرفت آرام میشد الکی حاجتی نصیحت نه دیگه هم زنش نصیحت کرده میگیرد راه در آورده میگیرد زنک کوچه برونده من نمیموند شبها تلفناش در زیر نظارت میشد بچه‌تون راه خودش رو میدارد همون دختر اما بر وقتر زنگ ران دادن نکر تا اینکه آرام شود هر دوش عکسش هم بله خب استاد با یک سوال بود مثلا یک ویدیو دیدم زکی نایب قبضدگی میگن که اگر راهی رنگیری نباشد و بسیار زینا جمع شدگی باشه میتونی خود ایزایی کنی قبضدگی یا همین دوست هست یا نه همین با برادر مثلا زینا کنید حکومتان از نگاه شریعت جوان باشید 100 درجه زده میشه با 1 سال زندانی میشید. اگر آدمی زندار زنا کنه حکمش 5 سال است. اصلا این جنایتی کلان است. این به آبروی شرف یک عائله ریزاندن است. شما با کی زنا میکنید؟ همون کسی که زنا کرده شما خونی و گویا که ریزانیدید. آبروی همون محله آبروی همون قبیله آبروی همون نسب ریزانیدید. بنابراین این جریمه جنایتی وزنی است زنا. لیکن خودرضایی ستیه ندارد در نزد شریعت. یعنی یک گناهی که آدم در پنهانی میکند به هیچ کسی نگوید الله تعالی گناهش احتمال زیاد است که میبخشد. لیکن وای برای سلامتیتون هم ضرر دارد برای عقلتون هم ضرر دارد برای دینتون هم ضرر دارد. چی در کار کگده حلال هست راهی درست های همیخه کارهای کردن کدام طبیب دنیا کافر است مسلمان است پرسید همین کار ضرر دارد اصلش طبیبی علمدار باشد. خود ارضایی ضرر دارد برای سلامتی برای دین برای جوانی برای مردی ضرر دارد. زن گیرید آخر یگانه راهی بهترینش زن حالش مو قدر زن نمیداند آخر هیچی به دانشتون مشاهده نمیکنه خلال نمیرساند برادرها در دانشگاه میخوندید باشنم زن گیرید خب فکراتون آرام میشن درسای خوب میفهمید. بله بعد این خود ارضایی و این کارهای علاجش نیست. یک من دوم نمیکند با آدم همین به بر میگردد. حالی بعضی زندارا همین کارو میکنن چون که عادت کردگی هستن به همین کار. بله این ضرر دارد به مردی ضرر دارد نکنید. در حالتی ضرورت زنا آمدگی هست وقتی زنا کردن شدگی هست. زنا نمیکنید در همون حالت خود رضایی میکنید سبوک کشید و عقلتون به جا میبیاد آب که برآمد دیگه عقل به جا میبیاد. برای همین علما میگن که در همون وقت اخف الضررین دو ضرری کلان دو ضرر ایت ضرری کلان ایت ضرری خرد ضرری خردش ارتکاب میکنید برای خلاص ماندن از گناه کلان. لیکن این راهی همیشه همینه کرده گشتن در کار نه اخیر زن گرفتن در کار